آیا با واقع زلال هاشمی زنده است؟ لایف جدید عجیب و غیر قابل باور زلال هاشمی در صفحات مجازیش. گفتنی های تازه امسر زلال هاشمی با انیسه شهید، افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی کاملا و دور از تصور. زلال هاشمی چگونه در کابل ربوده شد؟ وضعیت زلال هاشمی چگونه گزارش داده شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی دختر خانم موفق، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی دختر خانم با استعداد، هنرمند جوان، کارهای هنر موسیقیش را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. این همه در حالی است که زلال هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان که مقام دوم را از آن خود کرد، کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد. یگانه دلیل دوری زلال هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. وی صاحب 2 فرزندی است. زلال هاشمی اصالتا پشتون بوده است، اما همسرش اجازه سرودن آهنگ برای وی را نداد. زلال هاشمی مدت 20 روزی است از خانه‌اش ربوده شده است و گزارش از وضعیت وی در دست نیست. تازه شوهر زلال هاشمی با انیسه شهید، یکی از گزارشگران موفق افغان، برنامه ای داشته است و وی این خبر را تایید کرده است که زلال هاشمی از ظلم وی فرار کرده است. گویا دوستان زلال هاشمی بیان کرده است که وی وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای زلال هاشمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، تمام شما خوبان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.